اندازه نداشت. شرافت بود اما معیارش معلوم نبود. بالله قسم الگوی منی ای رهبر من ای سرور من قربان تو شام قربان تو شام. في منطقه کربلستان اینا را شهید میکنن و آخریش از فقط امام حسین رضی باقی میمونن که در وجود مبارک شد 33 نیزه و 34 ضرب شمشیر رسیدن. باز هم به این دفاع میکنن و شام لیل سر حسین را اصلا نگاه میکنن. ترک پیمان با او الموجود بست، گردنش از بند هر معبود برست. مؤمن از عشق است و عشق از مؤمن است، عشق را ناممکن ما ممکن است. نگو تفسیری اسرار کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد. در نبرد عاشورا ما تقابل دو گروه را شاهد هستیم که هر دو گروه با ایثار و فداکاری تا پای جان جنگیدند و هر دو پیروز شدند و جالب اینجاست که هر دو گروه مسلمان بودند. اما گروه اول با چی نیت و انگیزه جنگی و گروه دوم با چی نیت و انگیزه جنگی. این شعار بیانگر این است که انسان مؤمن هرگز نباید تن به ذلت بدهد و تحقیر و تسلیم در برابر حکومت‌های ظالم شود. حسین بیسرش سردار عشق است. الهی خوان تأخیر کردم، فرزونی تقصیر کردم، عمر خود برباد و بر تن خود بیدار کردم. اگر گوی ثنای تو، اگر جوی رضای تو